صادق خودشون میفرمایند هر نالیدن و گریه کردن مشروع است الا نالا گریه کردن بر ابا عبدالله الحسین. این دیره روان ile Kerbela'ya ay Kerbela'nı görenler ay qətliqanı görenler ya Allah şəhran şəb Kerbela بود و زمینش قتلقان چشنه ای را دید گمی بر سر ریختن قوتش را جمع کرد و گفت آبی سوختم اما نیزه هاشان ولی بر حنجره